وزیر فرهنگ تاجیکستان شمس‌الدین آرونبکوف روزهای فرهنگ معنوی روسیه در تاجیکستان را افتتاح نمود. روز دوشنبه در پیام به شرکت کنندگان این چهاربینی در تئاتر اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی شهر دوشنبه منصبدار تاجیک پیشنهاد کرد که روسیه برنامه‌های آموزش زبان روسی برای تاجیکان را تهیه کند. هفته روان 45 آوازخوان، هنرمند و ادیب روس در صحنه‌های تاجیکستان هنرنمایی خواهند کرد. همچنان اعضای هیئت روسیه واخوری‌ها با روس‌های مقیم تاجیکستان را مد نظر گرفتند. در ولایت غربی انبار عراق نیروهای دولتی عملیات پاکسازی شهر رمادی از سلاح بدستانی مربوط با پیمان القاعده را ادامه دادند. روز دوشنبه نیروهای دولتی عراق ادعا نمودند که 2 محله غربی رمادی به تصرف آنها گذشته است. سلاح بدستانی گروه با نام دولت اسلامی عراق و شام بعضی محله‌های رمادی و بخش بزرگ شهر فلوجه را زیر نظارت گرفتند. در قسمت شمال و شرقی فلوجه نیروهای حکومتی عراق شهر گرمه را مورد حمله هوایی قرار داده شماری از بناهای آن را تخریب نمودند. در شهر کابل نامزدهای شوراهای ولایتی معرکه اعتراض بر ضد به قول آنها فساد در انتخابات را آغاز نمودند. اعتراضگران طلب دارند که شمارش نو آوازهای انتخابات 5 اپریل دایر شود. مقامات ناظر انتخابات ادعای نامزدها را رد کرده نقشه دارند که 7 ایون نتیجه های نهایی رأی‌دهی را اعلان نمایند. در شمال و غرب پاکستان صدها خادم دولتی با تقاضای بلند برداشتن معاش به کوچه ها برآمدند. اعتراضگران شاهراه اساسی ولایت خیبر پختونخوا را بسته به طرف شورای ولایت حرکت دارند. آنها تهدید نمودند که اگر معاش آنها را مطابق به میزان تورم بلند نکنند، خادمان دولتی شورای قانونگذار ولایت را محاصره می‌کنند. منتخب فوتبال بوسنیا و هرزگوین به ایالات متحده آمریکا سفر کرد تا قبل از شروع جام جهانی در برزیلیا با دسته‌های مکزیک و ساحل اوج یا خود کات دی‌آیوار قوازمایی دوستانه برپا نماید. در جام جهانی امسال بوسنیا و هرزگوین در گروه F با دسته‌های منتخب ارژانتین، نیجریه و ایران سبقت می‌کند.